السلام علیکم بیننده های عزیز ما، شام خوب، روز و روزگاری نکو نصیب شمایان باد عزیزان. امروز ما جماعه شهنان در دهه زیبا مسکن آهلیک عزیز شهر سمرقند هستیم برای تبریک کردن پدر عزیز خاندان که امروز تاجی بابا زادروز دارند و البته دختر عزیزشان نادره خاله که امروز نیز جشن مولود دارند. از نام فرزندانشان، از نام آبی جانکه، طالب جانکه که در مسافرت هستند، از نام میرشاد جان، از نام شرافکه تبریک میکنیم و آن لحظه های خرسندی رو همراهی شمایان به هم میبینیم. پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دل هاست. البته عزیزان خود را احتیاط کنید. پدر مادر که هستند در وقت بودنشان تاجی سر کرده، همیشه در روز خرسندی آنها را شاد کردن نصیب کنند. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده تاجی بابا. من امروز یک روز خرسندی، یک روز فرح و شادی، زادروزی تاجی بابا را، نادره خاله را جشن گرفته ایستادیم. پیششان را گذاریم می او طرف ایستیم. مهمانان عزیز، من این ببینید که امروز در روز خرسندی، در روز زادروزی تاجی بابا، نادره خاله هم جشن زادروز دارند. روز خرسندی خود را جشن گرفته ایستادند. تاجی بابا امروز چند ساله شده ایم؟ آزم بگو 84 ساله. من در اینجا معلم میگویم که گپ معلم را گرفتن در کار 18 ساله. میخوای خداتون پیر نکنید، بگذار سال آینده بعد 19 ساله شدن نصیب کنه. امروز روز خرسندی را مبارکباد میگیم. امروز شما تبریک میکنیم از نام تمام فرزندان عزیز، از نام جگربندانتان. گفتند که در سری ما سایبان ما، شاه سلطان، کتاب پند و اندرس ها، دعاگوی ما. همیشه در هر کجا که باشیم، در مسافرت، در خانه، در نزدشان باشیم، هم دعاگوی هستند. هر روز از حال و احوال ما خبر گیره که ما پدر عزیز زادروزتان مبارک باشند. مانند قله های سربلند آهلیک همیشه سربلند شده گردید و هیچ وقت درد و غم را نبینید. بگذار پیر و بدولتی برای شما نصیب کنند. از نام فرزندان برایتان میرسانیم. از نام آبی جانکه، طالب جانکه، میرشاد جان، از نام شرافکه شما را تبریک میگوییم. برایم بهترین مردی پدر جان، بسد مهرم و پروردی پدر جان. مرا با مهنت و نانی حلالت کلام کردی پدر جان. به دستم هدیه می دادی با شوق، چه می گفتم چی آوردی پدر جان. بخواهم دایما سرسبزی ای تو، نبیند روی تو زردی پدر جان. تاجی بابا همراهی فرزندان هم صحبت شده، گفتند که ما که خورد بودیم پدرم مهنت میکردن، پدرم مهنت دوست بودن و با یک مهنت های حلالشان ما را با وای رساندن. دلم میخواهد آن دم های کودکی را، دلم میخواهد که سر یک دسترخوان بشینیم، سری خان بشینیم و در سری همون صندلی زمستان باشد و پدر و مادرم پیش که دسترخوان باشن و ما و فرزندان هم با ما در اطرافشان پروانه باشیم. دم های خوردی ما، دم های کودکی ما را یاد کردیم. هر بار که چهره پدرم را بینیم اگر همون دم ها بخاطر می بیاید. البته در زندگی ما، در حیات ما قهرمان زندگی ما هستند پدر ما. فقط ما را برای راستی و درستی و نیکی آموزاندند تا دنیا باشد تن هیچ وقت در غم را نبینند. نبینید که تاجی بابا در روز زادروزی شما از خداوند کریم از همه تحفه بی‌بهاترین که فرزند است، فرزند عزیزتان. امروز نادره خاله هم جشن زادروز دارند. نادره خاله که حاضر در دهه آهلیک عزیز ما همچون دیرکتور باغچه بچگانه همین دهه آهلیک هستند. بهر نسل نورس علم، تربیت، تعلیم داده آنها را به وایره رسانده و مکتب تیار کرده ایستادند. امروز نادره خاله را نیز تبریک میگوییم. نادره خاله از جشن زادروز مبارک. امروز میلاد عمر را مبارکباد میگوییم. از نام فرزندانتان امروز بزم زیباتان مبارک باشد. مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمینی من.
ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو نهایت کس به جای تو همه دنیا نمی ارزد وگرد خاک پای تو ایا مادر فدایت من. مادر عزیز روزی خرسندی را زاد روز را مبارک باد میگویم. بگذار مرتباتون از این هم زیاده شود. چخیلی که حاضر بحر کودکان بحر خوردکان شما علم معرفت می‌آموزانید بگذار از این هم زیاده شوید. همیشه در روز خرسندی خوشبختی فرزندان شما را تبریک کردن نصیب کنند. مهمانان عزیز بار دیگر ما امروز روز خرسندی خانواده خوش آمدند. البته در روز خرسندی عنعنه شده است که بحر صاحب جشن ها تحفه ها را می‌سپارند. برای در اینجا در دست نوه‌هایشان البته پورتریت ها خدا صورت های کلان را تیار کردن در زیر صوت و صدا و قرصک های شمایان میسپاریم برای بابا جانشان تاجی بابا. مرحمت مرحمت. البته کامل جملت بهاترین کامل قرآن کریم را اگر می سازن توفه می سازن مبارک باشد. البته برای نامگرایی توفه های ارزنده و زیبنده پیش از همه کتاب قرآن کریم را توفه می سازند. برنامه مبارک باشد. مبارک باشد. امروز که بزم زیباست روزی خرسندی است میخواستیم سخنهای تبریکاتی را شنویم. معلمای عزیز را نیمه شما را تکلیف میکنیم به نزد پدر عزیز به نزد خواهر نازنین. مرحمت. البته سخنهای تبریکاتی را میشنویم بعد از آن شیرینی را میبریم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصتی پرقیمت استفاده برده پدر جانم و خواهر مشفقم را با این روز خرسندیشان تبریک و تهنیت ها گفته برایشان تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. از نام عائله از نام تمام خویشاوندان و دوی اینها عمر دراز صحت سلامتی و خانه آبادی تمنا دارم. پدر باشد کلید رزق انسان نگهبان حیات خوب انسان برای بخت ما جوینده است و برای تخت ما پاینده است و الهیم تا دنیا باشد پدر جانم و خواهرم باشند. از نام مسافران از نام دو دادرم از نام میرشاد جیانم و از نام دامادم شرافالدین و همه اینها و دوی اینها زیاد سلامتی خواهانم. رحمت کلان الهیم سب بدرایم در جانم خواهد. رحمت مرحمت زمان آیتی. السلام علیکم. من از این فرصت پرقیمت استفاده برده مبارکان را آیتی غلام را با روز زادروزشان از نام خودم از نام عائله‌ام تبریک کرده و هر دوی اینها عمر دراز صحت سلامتی آرزومندم.
ملامکم همه وقت سری ما به سایبان باشم دعاگوی فرزندا باشم آیتالله شما بیم همه وقت صاف سلامتی سری فرزنداتون به صاف سلامت گرده مرشاد پاچاک شما بیم رحمتی کلام از نام اهل آیله مرشاد جان باباتا مادرتا عزت کردی توی خدا عزت کنه بچه یورتای مسافری و مکتباتا دیپلمای سرخ کردید تمام کرده روی سرخ کسایی پر کردید آمده نصیب کنم هماتون بر رحمتی کلام حسین شما بیم از نام آیله خدمتاتون بر رحمتی کلام رحمت سلامت باشن افتر خرسک میزنیم بلندتر مبارک باشن مهمان ها یک تا سخنهای تبریکاتی رو میشنویم مرحبا سلام علیکم مهمونای محترم اکا جان سر بدریان الهیم نادرم سر بدریان حضوری بچه خوش را بینم رحمت مرحبا السلام علیکم اهل دیاری آبادی السلام علیکم در همینجا آمدگی مهمان ها هم یکاتون خوش آمده من امروز روزی تولد اکم الهیم اکم صد بدریان همه وقت در سری فرزندان در سری خیش و تباران صاحب و سلامت باشن نادره همچنین الهیم 100 بدریان 120 بدریان هیچ وقت درد و غم نبینند الهی فقط همین خاندان با فقط توی شود روزای نشود هم یکامون هم من خیلی سین سالا با دروی از این هم زیاد بایدن باز چی میگم الهی در زندگی هیچ وقت چی میگم دایم پیش برای ما خفا نداریم هم ما همون شاد و خورم باشیم مقصد دلم برسیم شد رحمت مبارک باشد البته تاجی بابا نادر خاله هم ما فرزندان رو معلم شما نزدیکتر کلیم های خاندان را تکلیف میکنیم یک تا شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم مرحبا نزدیکتر مبارک باشد مرحبا زادروز مبارک زادروز مبارک تا جمعه اختشام حساب میکنیم بابا من در اینجا دختران هر یک اونها از پس زندگی از پس حیات خود رفتن که باز یک دختر نازنینش را در خدمت شما هستند تعریفشان را شنیدیم که همیشه در خدمت شما هستند حوض کردم با آیله شما بگذار به هر یکی آن این خیل آیله دارها چنین عروسانی خدمتگار نصیب کند میبینیم تا از همه علامه دختری خورمی یکان تبریک را میشنویم مرحبا هم یکاتون برد خوش آمده در توی ما الهی رحمت کن 100 بدرم 120 ساله شوم سری و همه وقت سایبان شده گردم نصیحت گری فرزندکمون شوم الهی دور بوده گریم هم روشن تبریک میکنه آی که ما الهی 100 بدره مولا پاچوکت خوش پیر شده حضور نوره ایوری یکای بینه خوش آمدی هم یکاتو محمد تبریک میکنه
از نام نبیره ها رستمک هم تبریک میکنم. مرحبا. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Mana imroz Zo'rmuzi bobojon va Bolan Modira xola shumoyonro аз самими қалби ҷавониям табрику таҳниятҳо гуфта ва шумоён авваланбор умри дароз, ризқи фароз орзу мандам. Равати калом аз агар барби моҳон кор ма ҳар рӯз онлайн моро када гашти биюма раҳмати калом моро табрик мекунӣ садбадурӣ оғомад колонума омад даи дӯзона аз агар кор куна меша туван раҳмати калом. Rahmat. Kada qarsang mezanem rahmat. Muborak boshlab. Nodira xola, imrozki zodro'zaton hast. Pesh az zodro'zi shuma zodro'zi padarjon hast. Yakta tabrik mekunیم. Ba'd az on dar an'anaviy xonadoni zebo qasd mekunیم. Berum roda ba'd raqs bozi mekunیم. Marhamat. Assalomu alaykum. Hamma yakotun xush omaded dar go'yi ma. پدرجان مهربانم من شما را با این روز فراموش نشونده با این روز 84 سالگیتان از نام عائله تبریک و مبارکباد میگویم. از خداوند مهربان همین را میخواهم که همه وقت در سر ما صحب سلامت بوده دعاگوی نبیره ها شده گرده. رحمت کلامم یکتون Rahmat. Ana همینجا باید oilashda kalon sistemini operatori ma dar xizmat hastane ta rasm girib ba'd az on raqs و بازی xursandi رو davom میکنیم. همه شما رو بعد از امروز صاحب جشن تکلیف میکنیم. مرحبا. خدا از تو شکایت کردم
شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله دوباره گوشه امروز ما در خاندان یکی از آن پیران دهه عزیزمان، یکی از آن پیر و برنادیل خیلی که حاضرم جوان شده گشتیم در بحر فرزندان دو آبروترین پدری خاندان را حاجی بابا را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما با هم دیدیم و ما معلوم شد که امروز در روز زادروز پدری عزیز خاندان نادره خاله هم جشن زادروز دارند. از نام فرزندانشان، از نام نبیره ها، از مسافرت بودگی نفرانی که در این عائله زندگی میکنند تبریک کرده همراه شما با هم دیدیم. مانند همه روزه و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهران خود را احتیاط کنید. رحمت. سلامت باشید.
جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.